سلام، به کانال اسپی خوش اومدین. من حسین هستم و امروز میخوام اسپی 006 رو بهتون معرفی کنم. پس اول این ویدیو لایک کنین، کانال من را سابسکرایب کنین و زنگوله کنارش هم بزنین. کامنت انگلیسی بذارین که ثبات نریزه. بریم سراغ ویدیو. نمیدونین اسپی چیه؟ من توی ویدیو اول کانال بهتون توضیح دادم سازمان اسپی چی است. اسپی 006 یه چشمه‌ایه که توی 60 کیلومتری غرب روسیه قرار داره. سازمان اسپی از قرن 19 تا سال 1991 میدونست همچین چیزی وجود داره. توی سال 1902 گفته بودن آب این چشمه یا آب معدنی خیلی معمولیه. یه کارخانه شیمیای مبدل لباس نزدیک اون چشمه است. اما چرا این چشمه باید اسپی باشد؟ محققای اون زمان فکر میکردن این آب خیلی معمولیه. به مرور زمان یه سری اتفاقات افتاده که نظرشون کاملا عوض شد و فهمیدن این مدت داشتن اشتباه میکردن. این آب یه خاصیت عجیب غریبی داره. برای بدن انسان به شدت مفیده. به محض اینکه با این آب تماس داشته باشید یا اون رو مصرف کنید، به طرز عجیبی تمام باکتری ها و ویروس های بدنتون رو از بین میبره و هر بیماری که دارید در لحظه نابود میشه. اثر دومش اینه که سیستم ایمنی بدن رو به طرز شگفت‌انگیزی قوی میکنه. یعنی سیستم ایمنی بدن رو اینقدر قوی میکنه که یک سرماخوردگی رو به یک ثانیه از بین میبره. هر مشکلی که داخل دی ان ایتون هم داشته باشین رو درست میکنه. قدرت سلول های بدن رو افزایش میده که تا تواناییشون بیشتر بشه. برای ترمیم بافت های آسیب دیده بدن و کل ویروس های بدن رو در آن واحد از بین میبره. و همه اینها اینقدر عجیبه که بهشون میگن معجزه. و همینطور که شنیدین هیچ خطری نداره و برای انسان هم مفید است. و تنها دلیلی که در داخل دسته‌بندی اسپی قرار گرفته اینه که خیلی عجیب غریب است و نباید توی دست عموم باشه. اسپی 006 داخل دسته‌بندی سیف قرار میگیرد و دقیقا مثل اسپی 005. خیلی ممنونم تا اینجا ویدیو نگاه کردین. پس لطف کنین این ویدیو لایک کنین و کانال من رو سابسکرایب کنین و زنگوله کنارش هم بزنین. بریم سراغ اسپی 007.